سلام بچه‌ها، چطورین؟ بچه‌ها اومدم امروز تو این ویدیو، تو این گیم پلی که گذاشتم یک حرفایی باهاتون بزنم. بچه‌ها اگه خوشتون اومد این ویدیو رو هنوز حرفی شروع نشده، لطفاً حمایت کنین، یه ساب بکنین، یه سابو بزنین، لایک بزنین، یه کامنتی هم اگه خواستین یه کامنت عشقی هم بذارین. بچه‌ها من یک سال بودن هست این چنلمو دارم. 80-90 تا ویدیو روش هستش که همه‌ش هم بازدید، خدا رو شکر 1000 تا 2000 تا خورده، خیلی کم، 1000 تا 2000 تا. من هنوز 50 تومن فالو دارم، این هیچی نیست. شما فکر کنین داداش کوچیکتونم، یه حمایت مشتی ازم بکنین. اگه خوشتون اومد لایک بدون، چون دیوایسم ضعیفه، میدونم کم سن و سالم. فکر کنین داداش کوچیکتونم، یه لایکی بزنین، ساب بکنین، یه همه فالوور دارید، منم بیارون لایک. ویدیومو نگاه نکن، همین ساب باشه اصلا خیلی اهمیت بزرگی. من کسایی رو دیدم خیلی نوبن، این چنلایی دارن و اینا، خودم میام سابشون میکنم. من سابم از 200-300 تا به خدا خیلی ساب دارم. تو گیم پلی بگم خوشت اومدی، هماهتم دمتون گرم. ریمیکس بای سعید شریف. متاسفانه اینو یاد گرفتم نخندم، حتی بعد اینکه فاز گرفتم با یه جوک تا بلند خندیدم، سری محکم دستم و گاز گرفتم. فهمیدم که خوب بودن من باستاب نداره، وجدان تا آخر این داستان سرابه. فهمیدم کبابی آثار ثوابه، به محتاج فقط بگم که بازار خرابه.